مدادایی که بهتون معرفی کردم این رنگ هاست که بیشترین استفاده رو داره. رنگ پوست، این توناژ پوست، مو و چشم و بقیه. خب اینا رو شما برای مراحل اولیه داشته باشین، برای فیگور اولیه بخواین بکشین کافیه. و به پاکن نیاز دارین. این پاکن اتودیا فوق العاده خوبن، خیلی قشنگ کوچولو، اون کنارا هر جا رو بخواین راحت پاک میکنه براتون، خیلی خوب پاک میکنه. این نوکش هم میتونین بخرین. و یه چیز دیگه جالب دیگه که داریم پاکنای خمیریه که حتما باید بذارین توی ظرفی که این خشک میشه، اما خیلی خوبه. اینم وقتی که میزنین اینجوری پاک میکنه. و حتما اینجا یه درپوش داشته باشه. من اینجا هنسوری نگهش میدارم، توی نگهش هیچیش نمیشه.